ماه فوریه سال 2014 بعد 3 ماه تظاهرات ضدی‌حکومتی در شهر کیف ده‌ها نفر را کشتند. تظاهرگران طلب داشتند ویکتور یانوکوویچ که از امضای عهدنامه با اتحادیه اروپا را دست کشید از مقامش برود. بعد چند روز تیراندازی یانوکوویچ به روسیه گریخت و حکومت نو آمد. روز 28 نوامبر رئیس جمهوری سابق از طریق ارتباط ویدیویی در محاکمه 5 افسر پلیس متهم به تیراندازی به تظاهرگران شرکت کرد. در محاکمه یوری لوتسنکو دادستان کل و منتقدان دیرینه یانوکوویچ او را به خیانت به وطن متهم کرد. янукович Виктор Фёдорович ба он гумонбар мешавад ки ҳамчун шаҳрванди Украина рӯзи 1 марти соли 2014 аз як маҳалли номаълум дар Русия бо нақзи барқасдона моддаҳои 1, 2, 65, 68, 132, 133 ва 134 Конститутсия ба ватан хиёнат кардааст. در محاکمه یانوکوویچ گفت که او اول طرفدار سازشنامه با اتحادیه اروپا بود. وقتی من سال 2010 رئیس جمهور شدم برای امضای هر چیز زودتری عهدنامه مشارکت با اتحادیه اروپا کاری زیاد کردم. ما اصلاحات و کارهای دیگر انجام دادیم. برای همین من از موضع‌گیری تظاهرگران حیران شدم. او ادعا کرد که اغواانگیزان غربگرا سبب خونریزی در تظاهرات شدند. به گفته یانوکوویچ هرج و مرج سبب غصب کریم از طرف روسیه و اشغال منطقه های شرقی اوکراین از طرف جدایی طلبان روسگرا شد. چند اغوا در ماه دکبر سال 2013 و ماه‌های ینور و فوریه سال 2014 اوضاع را بدتر کرد. من مطمئنم آنهایی که در میدان بودند گناهکار نیستند. افراطیان و بازدارندگانشان گناهکارند. من مطمئنم که آنها سبب خونریزی شدند. اگر آنها نبودند حادثه کریم و دونباس هم نبود. در طول 2 ساعت محاکمه یانوکوویچ به تکرار گفت که امر تیراندازی به تظاهرگران را نداده است. از اول تا به آخر من مقابل استفاده نیرو و خونریزی بودم. موقع اصولی من همین بود. من به چنین سوالها پیشم جواب دادم. من این گونه امر ندادم. ویکتور یانوکوویچ حالا در شهر راستاو لبیدان در روسیه زندگی میکند. مفتشان اوکراینی هنوز هم تفتیش پرونده رئیس جمهوری سابق را با اتهام کشتار ادامه میدهند.